سلام خدمت دوستان عزیز. جلسه پیش اولین ویژتمون رو ساختیم که می اومد اینجا معدلمون رو کم و زیاد میکرد. یک اضافه منفی اینجا گذاشتیم که به این صورت اینجا کار میکرد و این رو ذخیره میکرد به این صورت. حالا تو این جلسه بیایم یه مقدار روی استایلش کار بکنیم و یک شرطی بذاریم که مثلا معدلمون از 20 بیشتر نشه و از 0 هم کمتر نشه. خب بریم شروع کنیم و اینو درستش کنیم. بیایم بریم ببینیم کجا بودیم. تو استاتیک src یه ویجت اینجا درست کردیم، 08 گرید. همینجا یک ویجت دیگه درست میکنیم، اسم این رو مثلا بذاریم 09 گرید که حالا یک هیستوری از قبلی داشته باشیم، اینو تغییرش ندیم. بعد بیایم دو تا فایل درست کنیم مثل همیشه، JS و مثلا اینو بذاریم گرید 2 widget JS و یه دونه دیگه هم بذاریم به اسم گرید 2 widget.xml برای همون چیزی که استایلش هست، HTMLش هست در اصل. خب بذاریم ما اینو کلا کپیش کنیم اون سمت، چون اینا همش رو میخوایم. بیاریم این طرف فقط تغییراتشو بدیم دیگه. مثلا اینجا بذاریم گرید 2 که با اون ویجتمون چیز باشه، متفاوت باشه. و اینجا هم میذاریم گرید 2 دیگه. کجا داریم؟ اینجا دیگه. چه تغییری باید بدیم؟ یکی این تمپلیتش هم بذاریم 2 به این صورت. همین اسم تمپلیت رو هم بذارم اون سمت. البته این 1 و 2 و 3 و 4 اینا رو شما تو برنامه‌نویسی استفاده نکنین، اصلا جالب نیست. باید یک اسم معناداری باشه. حالا ما اینجا چون به هر حال ادامه اون کلاس قبلیمون هست 2 میذارم اجباراً. خب اینو بذاریم این سمت. خب اینجا که چی نداریم، اول اینو بردارم بذارم اینجا. خب این هم که شد گرید 2 جان شد. اینجا اینو بردارم و بیایم اینجا اینو کلا بذارمش گرید 2. خب دیگه چه کار داریم بکنیم؟ آها نیا کنید، این هم خیلی مهمه این چیزی که اینجا هست. همونطور که جلسه پیش هم گفتم، ویجت ها توی دیکشنری گلوبال برای O2 استفاده میشه. برای همین اسم هایی که برای ویجت ها میذاریم باید یونیک باشه، وگرنه خب خطا میده یا ممکنه اصلا متوجه نشین خودش داره چیکار میکنه. پس اینو اینجوری تغییر میدیم، میذاریم گرید 2 ویجت که اسمش متفاوت باشه. و نهایتا یک کار کوچیک دیگه هم باید بکنیم، اینه که بریم توی مدلمون، یعنی تو همون ویو و ویجتمون رو که اینجا هست اسمش رو عوض کنیم دیگه. ویجت جدیدمون رو بذاریم. اسم ویجت جدیدمون چیزیه که اینجا گذاشتیم، گرید 2 ویجت. اینو از اینجا برمیداریم، بعد میذاریم اینجا به این صورت. خب الان که تغییرات رو دادیم بیایم حالا اجرا کنیم. الان باید مشابه قبلی
فیلدمون دیده بشه دیگه. خب تا الان ویجت الانمون مثل قبلیه شد. خب کاری که اول قراره بکنیم اینه که میخوام رنگش رو عوض کنم، یعنی بالای 10 چی باشه؟ سبز باشه و زیر 10 مثلا قرمز باشه. خب من دیگه با این استودنت کار ندارم، این یکی هم همینطور، این هم کار نداریم. بیایم اینجا. خب یا کنیم یک تابع می‌نویسیم، مثلا تابع great color که این گتر دیگه. شما مثل یک متغیر میتونید اون سمت ازش استفاده کنید. خب این یک رنگی به ما برگردونه به این صورت که میگیم که return کن state.grade، یک شرط میذاریم اگه که خب این هم تو باید اینجور شرط رو اینجوری بذارم، اگه بزرگتر مساوی با 10 بود مثلا گرین بزن ریترن کن و اگر نه رد رو چیز کن. پس این یک شرط یه خطی به این صورت می نویسیم که اینجا کاندیشنمون هست، اگه گریدمون بزرگتر از 10 بود گرین و اگر نه رد رو ریترن میکنه. این هم گرید کالر. خب اینو چجوری بریم استفاده کنیم؟ اینجا میایم اینجا، ما دیگه اینو باید توی اسپن بذاریم که بالاخره یک جایی باشه یک رنگی بهش بدیم. اینو میذارم یه اسپن اینجا میذارم، اسپنرم اینجوری بازش میکنم دیگه. این تیه رو نمی نویسم، فقط همین رو میذارم. و حالا رنگ رو با یک استایلی باید بهش بدیم دیگه. استایلمون رو هم به این صورت میدیم که تی اتریبیوت استایل مساوی با داخل این میگیم که کالرمون باشه. نگاه کن اینجا اینو باید ما داخل کوتیشن بذاریم به این صورت. بعد اینجا اسم همون گترمون رو بنویسیم get color به اضافه دوباره اینو میبندیمش. حالا اینجا میشه شما یک فونتی استایل دیگه هم بدین، چون بالاخره اینجا استایل هر چیزی میشه داد دیگه، چون مدل‌های مختلف میتونیم بدین دیگه هر چی خاصی. مثلا من اینجا یک فونت ویت بنویسم، فونت ویت هم درسته EIG آره بولد. خب و کوتیشن رو به این صورت میبندیم. پس این داخل کوتیشن تا اینجا این گترمون سیمیکالن که سپریتورش باشه و فونت ویت رو در چیز برد. خب رفرش کنیم، الان باید سبز بشه دیگه. سبز نشد. ببینیم مشکلش کجاست. بولد شد ولی سبز نشد. کالر رو درست نوشتم. get color تو get color نبود اینجا great color. این شکلی این کنسول اونم بذاریم ببینیم اینجا چه خبره. خب میبینین که این اینجوری میشه دیگه. بذارین 12 11 قرمز شد. خب این پس از رنگ.
که دیدین تی اتریبیوت استایل استفاده کردیم و اون سمت هم یک دونه گرید کالر اینجا نوشتیم روی این و کار سختی نبود. خب حالا میخوایم چک کنیم که کاربر نتونه اعداد کوچکتر از 0 و بزرگتر از 20 رو وارد کنه. خب بیایم اونو انجام بدیم. یک ایرور اینجا درست بکنیم توی استیتامون که این تغییر کرد یک تگی توی اون HTML مون درست بشه. اینو از حالت استیت میذاریم که ایرور تغییر کرد صفحه رندر بشه و ایرورمون رو نمایش بده. خب پس اینو اینجا گذاشتیم. بعد کار دیگه ای که میکنیم یک تابع داخلی درست میکنیم مثلا به اسم ولیدیت. این ولیدیت ولیو میگیره و یا ریترن کنه نال و یا اینکه میاد چک میکنه میگه که اگه ولیومون مثلا کوچکتر از 10 بود یا کوچکتر از 0 بود یا ولیومون بزرگتر از 20 بود، بیاد یک کاری بکنه دیگه. ریترن کنه که معدل میبایست بین مثلا 0 تا 20 باشد. خب به این صورت این رو می نویسیم. پس اگه کوچکتر از 0 بود یا بزرگتر از 20 بود ریترن کن فلان. خب این ولیدیت رو کجا استفاده میکنیم؟ میایم توی این سیو قبل از اینکه بخوایم استیتمون رو تغییر بدیم میایم ولیدیت اون رو چک میکنیم. مثلا اینجا یه چیزی که اینجا هست، ما میایم اول استیتمون رو تغییر میدیم بعد توی این سیو میایم توی دیتابیسمون توی اون تیبل دیتابیسمون سیو میکنیم که الان نمیشه دیگه. ما میخوایم اصلا اینو تغییر ندیم اگه مقدارش مجاز نبود. برای همین میایم اینو میذارم اینجا، میدمش توی سیو، میگم که آقا یک دیس استیت دات گرید به اضافه 0.5 درسته؟ نه اینجوریه دیگه 0.5. این رو میخوام سیوش کنم دیگه، ببین سیو میشه یا نه. به این صورت این هم همینطور this dot state dot grade بز اینجا دیگه منهای دیگه منهای 0.5. این رو هم برمیدارم از اینجا. بعد توی این سیو میام چک میکنم یک مقداری رو مثلا مثل ولیو که البته اینجا ولیو داره دیگه، اینجا ولیو داریم اینجا پس ولیو نمیخوایم. خب ولیو رو پاس میدیم به اون ولیدیته که ببینیم آیا valid هست یا نه. من اینجا یک چیز بدم مثلا یک ایرور مساویه با چیزی که ولیدیت برمیگردونه. به ولیدیت هم ولیو رو میدم. به همین صورت این دیسش رو هم بذارم اینجا، این شکلی میشه. خب حالا این اروره یا ناله که مشکلی نداریم یا که یه مقداری هست که دیگه میگیم که نمیشه، شرمنده، این تو واسمون نیست. پس چکش میکنیم که اگه ارور
غیر نال. خب اینجا اگه ارورمون غیر نال هست، ما بیایم به این استیتمون که اینجا تعریف کردیم اون مقداره رو بدیم. میگیم چی؟ this dot state dot error باشه چی؟ باشه همین اروری که برگشته که میگه مقدار میبایست فلان باشد. خب اینجا یک else بذارم به این صورت. حالا اینجا ما دیگه مشکلی نداریم. الان میتونیم که استیتمون رو تغییر بدیم. اولا بیایم استیتمون رو تغییر بدیم. استیت گریدمون رو به این صورت state.gradeمون مساوی با چی باشه؟ value. و اینکه ممکن ارورمون از دفعه پیش وجود داشته باشه، نال نباشه، اون رو هم برای این حالت میایم چیکارش میکنیم؟ نالش میکنیم دیگه، چون الان مقدارمون مجازه. و اینکه این رو هم مینویسیم که بیاد توی دیتابیسمون آپدیت کنه. خب بزنم Alt Ctrl Shift L بزنم که این مرتب بشه به این صورت. خب یه ولیدیت نوشتیم، سیومون هم نوشتیم. حالا بریم برای ارورمون یه چیزی درست بکنیم که اینجا چجوری نمایشش بدیم. خب میام بلافاصله بعد از این باتم یک دیو تعریف میکنم. خب قبلش میام اینجوری چیز میکنم، یه شرط میذارم. شرط میذارم روی چی؟ روی state.error. میگم اگه که state.error هم نال نبود، حالا این تگه رو بیا نشون بده. تگه چی هست؟ یک دیو میذاریم، دیو style. بعد خدمت شما عرض بکنم که اینجا رنگی بهش میدیم اورنج و اینجا هم مقدار استیت ارورمون رو بهشون نشون میدیم که میشه state.error و این تگ دیومون رو هم میبندیم. خب بریم ببینیم چی شکلی شد. اینو من سیوش کنم، چیز کنم، رفرش کنم. خب این حالا بعدش اینه که هم منفی میره جلو. بذاریم کاش اینو چیز میکردم، مثلا یکی یکی بره جلو. اینجا بیاریم یکی یکی بخوایم بره جلو، این نیما رو همه رو یک کنم. جای دیگه لازم نیست. نه دو 8 7 6 5 4 3 2 1. نگاه کنید دیگه نمیره پایین تر. باز از این سمت 1 2 3 4 5 20. نمیده. خیلی این هم از این. فکر میکنم برای این جلسه کافی باشه. امیدوارم که مفید واقع شده باشه. تا جلسه بعد، ممنونم.